مقدمه. حمد و ستایش پروردگار جهانیان را و درود و سلام بر سرور پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم که به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده شده است و بر آل و اصحابش و نیز بر کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند. اما بعد وقایع و رنج‌هایی که از مدت زمانی است با آنها سر و کار داریم و جهان اسلام به نوعی خاص با آن مواجه است، امت را در نابودی و فلاکت انداخته است. سرگشته و حیران نمی داند به کدام سو حرکت کند. در رنج همه را احاطه کرده است. ما به حیرت بردباری و سرگشتگی کسی رسیده ایم که از عقل سالم برخوردار است. در این رنج و سختی چی کار برای امت انجام دهیم؟ چی برای خودمان پیش فرستیم؟ و تغییر از کجا می آید؟ در برابر ناامیدی تسلیم نشوید. دست از عمل نشوید. همواره آرزو وجود دارد. بله، امید در ما یافت می شود. در هر کلام ما چاره جز بیداری نداریم. چاره نداریم جز این که در بین امت نقش ایفا کنیم. باید هر یک از ما در قبال مسلمانان جهان نقش داشته باشیم. هر یک در زمینه تخصصش و هر کدام از ما برای این کار توانایی دارد. تو نیز قادر به انجام کار هستی. اینکه کار انجام دهی تا امت را به جلو براند. جایگاه تو باید جایگاه یک مسلمان دوستدار اسلام و سرزمین اسلامی باشد. بیشک که داروی امت در درون خودش است. چگونه؟ زمانی که قلبها رو به سوی اسلام می آورد و اسلام را قانون و روش زندگیش قرار می دهد. پس باید دارو را در کتاب خدا که قانون این امت است جستجو کنیم. شاید گم کرده خود را بیابیم و این آیه کریمه را می خوانیم: ان الله لا یغیر ما بقوم، یعنی الله سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد. پروردگارا، چرا؟ آیا تغییر محال است؟ حتی تا اینکه پروردگار، آیا شرط برای تغییر وجود دارد؟ بله، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا اینکه خودشان سرنوشتشان را تغییر دهند. بنابراین امید وجود دارد و محال نیست. این سخن پروردگار جهانیان است، کسی که قوانین خلقت را وضع کرده است، قانونی که در زندگی من بدان نیاز داریم از طرف خالق است. تغییر از جانب خداوند سبحان است، اما با یک شرط. آن شرط چیست؟ این که ما خود با توفیق خدا از تغییر خودمان آغاز کنیم. و تغییر چگونه حاصل می شود؟ از وجود خودمان، از دیدن، فقط با بازگشت به تمسک بر اسمان خدا و پناه بردن به او، با حالت تضرع و تلاش قلبی و عملی برای اینکه امت متحد باشیم، با ترک گناهان و توکل بر خدا و اینکه در درون خود نسبت به سایر مسلمانان کدورتی نداشته باشیم، با جدیت و تعهد و اخلاص کار کنیم، ارزش وقت را بشناسیم، در جهت یاری مسلمانان بکوشیم، در سختی ها و جهاد در راه خدا ثابت باشیم، در زندگی هدفمند بوده باشیم و در جهت تحقق آن هدف با علم و عمل و استقامت تلاش کنیم. این وعده از جانب خداست که حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا در وعدهش راست است. باور کنید زمان زیادی نخواهد گذشت که عزت و کرامت این امت به آن باز خواهد گشت و بر کرسی زمان بالا خواهد رفت. این کتاب رساله امیدواری و روش عملی است. این کتاب تحلیل سیاسی، دنبال نمودن حادثه از حوادث و یا تحقیق مطبوعاتی نیست، بلکه نامه است از سوی دل، عقل و وجدان و قلب‌های تشنه تا از چشم سار اسلام و کمال آن سیراب گردند. آخرین دعای ما این است که ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است و درود و سلام بر سرور پیامبران. از خداوند متعال مسئلت داریم که به ما قلب سالم، زبان صادق و عمل مقبول عنایت کند، چرا که او ما را کافی است و نیک یاوری است. و از او خواهانیم
تا این تلاش ما را فقط به خاطر رضای خویش بگرداند و آن را در ترازوی اعمال نیک ما در قیامت قرار دهد. آمین. برادرتان عمرو خالد. تضرع و زاری به بارگاه الهی از مهمترین عبادات که سبب تقرب به سوی خداوند می شود، تضرع به بارگاه الهی است. تضرع یعنی خود را فقیر و محتاج الله دانستن، پناه بردن و کمک خواستن از خداوند، ناله و فریاد با قلب، روح و تمام بدن، گریه و ناله با ذلت و خواری در مقابل پروردگار قادر و توانمند، بلند کردن دستهای نیاز تا جایی که می توانی به درگاه الهی و ریختن اشک در مقابل الله. باید هر ذره از بدن و هر نفس از روح تو برای نجات به درگاه الهی دعا کند. کسی را بخواند که راه رهایی و نجات در دست اوست، الله. اگر ما تمام معانی این کلمات را درک کنیم، چقدر زیبا می باشد. با من در معنای تضرع حقیقی تأمل کن. تضرع یعنی نهایت عبادت در هنگام مشکلات و حوادث ناگوار. اگر خداوند در قیام امشب در حالی که تمام دستها به سوی او با خشوع و خضوع دراز است، به سوی ما نظر اندازد، چی کیفیت به انسان دست می دهد؟ آن وقت است که آرزوی انسان برآورده می شود. اما لازم است که اول آن را یاد بگیریم و معانی آن را خوب بفهمیم. آیا می دانی تضرع یعنی عبادت شخص سرگردان، حیران و درمانده است؟ باید ما روش تذلل و فروتنی در بارگاه الهی را یاد بگیریم که چگونه مقابل پروردگار قرار بگیریم و بگوییم یا رب، یا رب. باید این جمله را طوری با خود زمزمه کنیم تا مثل شخصی باشیم که در کشتی سوار است و در حال غرق شدن است. فقط در کنارش یک چوب قرار دارد که امکان دسترسی به آن را ندارد و از او دور می شود. حال فکر کنید صدای این شخص در میان امواج دریا چگونه می باشد؟ چون غیر خدا کسی نیست که فریاد رس او باشد. مردم هم از او دور هستند و نجات غریق هم وجود ندارد که او را از غرق شدن نجات دهد. فقط و فقط چشمهای خود را به آسمان دوخته و قلب او در حال تپش است و هر بار می گوید یا رب، یا رب. این است تضرع و زاری. آیاتی که در رابطه به تضرع نازل شده است. خداوند متعال می فرماید ولقد ارسلنا الى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. ما به سوی ملت‌هایی که پیش از تو بودند گسیل داشته ایم. آنان را به سختی ها و زیان ها گرفتار ساخته ایم تا بلکه خشوع و خضوع کنند. چرا نباید هنگامی که به عذاب ما گرفتار می شوند خشوع و خضوع نکنند؟ ولی دلهایشان سخت شده است و شیطان اعمال را که انجام می دهند برایشان آراسته و پیراسته است. این گروهی که در آیه بیان شد افرادی بودند که هنگامی که به سختی ها و مشکلات دچار می شدند تضرع و زاری نمی کردند. آیا ما مسلمانان هم باید مثل آنها باشیم؟ اگر من و شما امروز تضرع و زاری نکنیم، کی می خواهیم تضرع نماییم؟ ای امت اسلام، بر ما لازم است که در هر لحظه و در هر فرصت تضرع و زاری کنیم. در خود نظر اندازیم و با خودمان فکر کنیم چی شده که تمام این بدبختی ها مثل جنگ ها و مصیبت ها بر سر امت ما آمده است. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیه لئن جاءنا من هذه لنكونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها ومن كل کرب ثم انتم تشركون. بگو چی کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریاره هایی می بخشد در آن حال که او را خاشعانه علنی و نهانی به فریاد می خوانید و می گویید
اگر خدا ما را از این تاریکی ها نجات دهد حتما از سپاس گزاران می باشیم. بگو الله شما را از این تاریکی ها و از هر غم و اندوه می رهاند. سپس شما برای او شریک قرار می دهید. در این آیه بسیار زیبای خداوند تفکر کن. خداوند ما را از آنچه به درگاه او تضرع و زاری می کنیم از هر غم و اندوه نجات می دهد. امیدواریم از این گروه نباشیم که در این آیه بیان شده است، چون آنها را نجات داد به او شرک می ورزیدند. امیدواریم در پناه ایمانمان به رستگاری برسیم. و ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما به هیچ آبادی و شهر پیغمبری نفرستاده ایم مگر اینکه ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته ایم تا اینکه تضرع و زاری کنند. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحی وهم یلعبون. آیا مردمان این شهرها و آبادیها ایمن شدند که عذاب ما شبانه به سراغ آنان نرود در حالی که ایشان غرق در خواب باشند؟ یا اینکه مردمان این شهرها و آبادیها ایمن شدند از اینکه عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آید در حالی که سرگرم بازی هستند؟ در این آیه خداوند عقوبت و عذاب افراد را بیان می کند که اراده تضرع و زاری به بارگاه الهی را ندارند. عزیزان من، اگر خداوند ما را در حال غفلت فرا گیرد کار آسان نیست که توان تحمل آن را داشته باشیم و تنها راه نجات تضرع و زاری به درگاه الله می باشد. تنها چیزی که گذشتگان ما را هم نجات داد این قانون الهی است. شرط امرای جواب: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. اگر به ایشان رحم کنیم و بلاها و گرفتاری هایشان را برطرف سازیم در طغیان و سرکشی خود مصرانه و سرگردان دست و پا می زنند. ما ایشان را به عذاب گرفتار می سازیم اما آنان در برابر پروردگارشان نه سر فرود می آورند و نه تضرع و زاری می کنند. بله، همه انتظار معجزه را می کشند و هیچ کس خود را به تکلیف نمی اندازد. حتی با دعا کردن همه انتظار سعادت و خوشبختی را دارند. راحت و بدون هیچ گونه رنجی در خانه نشسته هستند در حالی که برادران ما در اقصای نقاط عالم کشته می شوند. خداوند عذاب را بر ما نازل می کند اما ما متوجه نمی شویم و از همه بیشتر باید بر این تأسف بخوریم که با این مشکلات و مصائب به سوی الله متعال توبه و تضرع و رجوع نمی کنیم. بر ما لازم است که به سوی خداوند برگردیم و توبه کنیم، زیرا علت این که خداوند بر ما مشکلات و مصائب را فرود می آورد این است که به سوی او رجوع و توبه کنیم و به درگاه او تضرع و زاری کنیم. اگر این کار را نکنیم مشکلات، مصائب و عذاب سخت‌تر و بدتر می شود. گاه عبادت الله متعال را فراموش می کنیم و خداوند ما را به سوی عبادت می خواند. پس برحذر باش از این که مصیبت بر تو وارد شود و با همان حال به سوی او تضرع و زاری نکنی و رجوع ننمایی. ناامید مباش، به ذات پروردگار امیدوار باش، آن ذاتی که مالک این جهان هستی است. هر چی هست از اوست، ذاتی که تمام اسباب در اختیار اوست و در یک لحظه با دستور خود جهان را دیگرگون می کند. کن فیکون، باش پس می باشد. عبادت انبیا تضرع به سوی الله. باید به یونس در شکم ماهی نگاه کنیم. سیدنا یونس که در میان تاریکی های سیگان حبس شد، تاریکی شب، تاریکی دریا، تاریکی شکم ماهی، اما هرگز تسلیم نشد و به خشوع و زاری از اعماق دل دریا فریاد برآورد: لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. معبود جز تو نیست،
پاک و منزهی تو. من از جمله ستمکاران بودم. حال نگاه کنید خداوند بزرگ چگونه دعای او را مستجاب نموده و او را از غم و پریشانی نجات داد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. پس ما دعای او را پذیرفتیم و وی را از غم رها کردیم و ما همین گونه مؤمنان را نجات می دهیم. در روز غزوه بدر هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی لشکر کفر نگاه کرد و دید که عده آنها بسیار زیاد است و دارای اسلحه و مهمات زیادی هستند و سپاه مسلمانان را می دید که عده و اسلحه و مهمات آنها کمتر است، چه عملی را انجام داد؟ هر دو دست مبارک را به سوی آسمان بلند کرد و با تضرع به درگاه الله متعال چنین دعا می کرد طوری که عبایش از روی شانه ها افتاد و سفیدی زیر بغلش ظاهر شد و در همان حال می گفت: بار الها، اگر این گروه اندک از مسلمانان را هلاک کنی دیگر در روی زمین عبادت و پرستش نمی شوی. تا حد دعا کرد که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ایشان گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، قسم دادن پروردگار بس است، به زودی خداوند وعده خود را محقق خواهد کرد. مسلم روایت 4563. آیا دیدی که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم احساس ضعف کرد چی انجام داد؟ به سوی الله تضرع نمود. در حالی که ما مسلمانان امروز خیلی بیشتر محتاج تضرع در بارگاه الهی هستیم تا ما را از مصائب و مشکلات نجات دهد. اهمیت تضرع و دعا در زندگی امروزی بشر. بهترین و والاترین حالت انسان وقتی است که مشغول ذکر الهی است، زیرا ذکر باعث پاکی درون، اطمینان قلب و دفع وسوسه های شیطانی می شود. آیا همین ویژگی ما را از بقیه خلق متمایز نکرده است؟ هنگامی که او را یاد می کنیم و به درگاهش تضرع و زاری می کنیم، تضرع امید را در ما زنده می کند و ما را در بالاترین و برترین درجه های دنیا و آخرت قرار می دهد. هنگامی که انسان تضرع و زاری خود را با خداوند زیادتر کند، قلبش پر از نور و سبب زدوده شدن تاریکی ها از دیدگانش می شود. بشریت در این عصر از هر زمان بیشتر به پیوند با پروردگارش نیاز دارد. عصر بی‌بندوباری و مهار گسیختگی اخلاقی که شهوت ها زندگی انسان ها را پناه بر خدا به جهنم غیر قابل تحمل تبدیل کرده است و آدمی فکر می کند که این شهوت ها به حدی می رسد که او را خوشبخت و راحت می کند. ای جوانان، در این زمان بسیار سخت و مشکل هیچ راه و چاره جز بازگشت به سوی الله، ایستادن در بارگاهش و تضرع به سوی او نداریم، زیرا روش انبیا در هر زمان امین بوده است. در حدیثی که ترمذی روایت کرده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: خداوند متعال به من پیشنهاد کرد که کوههای مکه را برای من به طلا تبدیل کند. گفتم: نه ای پروردگارم، من دوست دارم که یک روز سیر شوم و روز گرسنه بمانم. 3 بار این را تکرار فرمود تا هنگامی که گرسنه باشم به درگاه تو تضرع و زاری کنم و هرگاه سیر شوم حمد و شکر تو را به جا آورم. در حدیث دیگر آمده است: یک اعرابی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: نماز شب را به من تعلیم بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: نماز شب 2 رکعت است. در هر 2 رکعت تشهد بخوان، خشوع کن، زاری کن، افتادگی کن و بیتابی کن. دستهایت را به سوی آسمان دراز کن، کف دستها به طرف صورتت باشد و بگو یا رب یا رب. و هر کس این کار را انجام ندهد، این شخص این چنین و این چنین است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که چی کسانی از همه بیشتر به بلاها و مصیبت گرفتار می شوند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: پیامبران از همه بیشتر در آزمایش و ابتلا می افتند. سپس برترین و برترین ها
هر فرد به اندازه دینش مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر دینش محکم بود، امتحانش سخت‌تر می شود و اگر در دینش نرمی بود، به اندازه دینش آزمایش می شود. تنها تو نیستی که مورد آزمایش و امتحان قرار گرفتی. انبیا قبل از تو هم مورد آزمایش قرار گرفتند و خیلی از امتحان تو سخت‌تر و دشوارتر بوده است، اما صبر کردند و به بارگاه الهی تضرع نمودند. این جمله را با خود بخوان و فکر کن. هر فرد به اندازه دینش مورد امتحان قرار می گیرد. گمان می کنم از این به بعد به قضا و امتحان الهی راضی می شوی و صبر می کنی و با فروتنی به درگاه او قرار گرفته تضرع و زاری می نمایی. روگردانی از درگاه الهی تکبر است. دوستان گرامیم، بعد از همه آنچه گذشت تصور کنید هنوز جوانانی هستند که کانال های ماهواره‌ای را نگاه می کنند که جز به بندوباری چیزی دیگر پخش نمی کنند و از طریق اینترنت نکاتی را برای یکدیگر می فرستند و دختران جوان را مشاهده می کنی که فریفته ترانه هستند. آیا این افراد نمی دانند که خطر بیخ و گوش آنهاست؟ آیا نمی دانند که هر آن ممکن است مرگ ناگهانی به سراغشان بیاید؟ برادرانم، دختران و پسران جوان، توجه کنید و به سوی خداوند رجوع کنید. حلاوت و شیرینی ایمان را در قلب‌هایتان بچشید. تغییر و تحول را در وجودتان احساس کنید تا خداوند هم آلات ما را تغییر و دیگرگون کند و تمامی مشکلات، رنج‌ها و جنگ‌ها را از میان ما بردارد. باور کنید که تمامی آنچه امروزه در دنیا واقع می شود به سبب اعمال ما می باشد. به سبب مهار، گسیختگی، جهالت، روگردانی از درگاه الهی و به سبب تکبر و قلدری است. برادرانم، تا به کی در دریای گمراهی و نابودی سرگردان می مانیم؟ آیا وقت آن فرا نرسیده است که برگردیم؟ بله، قسم به ذات الله متعال که تنها راه پیشرفت و پیروزی امت اسلامی بازگشت به سوی الله است. الله متعال می فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ قومی را دیگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خودشان حالشان را تغییر دهند. تضرع تنها راه نجات. اوضاع و احوال امروزی ما بسیار نگران کننده است. برادران ما در اقصای نقاط عالم کشته می شوند. ما در خانه های من در حالت ترس و اضطراب قرار داریم. از نظر اقتصادی هم در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار داریم و جوانان مسلمان نمی دانند که چی کار انجام بدهند. این فتنه بسیار سخت است. دشمن هم امین را برای ما می خواهد. این آرزوی کشورهای غربی در مورد مسلمانان است. آیا کشورهای غربی موفق شدند؟ آیا پیروزی غرب تا مدت زمان طولانی ادامه خواهد داشت؟ یا اینکه آن را از آنها می گیریم؟ زیرا پیروزی حق مسلم امت اسلامی است. آن امتی که خداوند در مورد او می فرماید: کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امت هستید که برای هدایت مردم بیرون آورده شدید. ما احساس می کنیم که سرگردان و حیرانیم و مقدسات ما در چنگ دشمنان ماست. راه پس گرفتن آنها چیست؟ به خدا سوگند که تنها راه بازگشت به سوی الله می باشد. زاری و تضرع تنها راه نجات و پیروزی است که انجام آن هم برای ما میسر می باشد. خداوند هم قادر بر تغییر درون ما می باشد، اما بعد از این که به درگاهش تضرع و زاری کنیم. گفته امام احمد ابن حنبل را به یاد آورید که فرمود: مانند کسی که در میان دریا گم شده و به پوسته چسبیده است تضرع و زاری کنید. یکی از جوانان برایم ایمیل فرستاد که حاوی این دعای خاضعانه و فروتنانه بود و از من می‌خواست که آن را در سخنرانیم ذکر کنم. بار الها، ما بر خودمان ظلم کردیم، ما را عفو کن. بار الها، در کتابت نازل فرموده ای و به ما امر نموده ای که بردگان را آزاد کنیم. بار الها، ما بردگان درگاه تو هستیم، ما را آزاد کن.
بار الها در کتابت نازل فرموده ای و به ما امر نموده ای که مسکینی را از در خانه خود دست خالی رد نکنیم. حال ما بر دروازه و درگاه تو آمده ایم، ما را خالی رد مکن یا ما را ترد و ترک مکن. الله متعال دوست دارد تا صدای بندگان متضرع خود را بشنود. به همین دلیل می بینی که هر روز حالات کونی و زمینی مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نیامدن باران و روز عرفه پدیدار می شود تا ما بندگان به درگاه او تضرع و زاری و التماس نماییم. دوستان بزرگوارم، بیایید تمام روزها را روز عرفه قرار دهیم. خداوند را با قلب صادق، خاشع و فرمان بردار بخوانیم تا بر ما رحم کند و ما را نجات دهد. به بارگاه الهی تضرع و زاری کنید تا شما را نجات دهد. وحدت امت اسلامی. وضعیت کنونی امت. در واقع اوضاع و احوال کنونی امت تلخ و ناگوار است، با ویژه سختی ها و مصیبت های زیاده که در 100 سال اخیر متحمل شده ایم که سخت‌ترین آنها دوری ما از خدا می باشد، به علاوه فروپاشی اخلاقی و ارزشی و عقب ماندگی علمی و تکنولوژی. نتایج این مشکلات و مصائب چیست؟ باعث شده است که بسیاری از جوانان از بیماری های اجتماعی مانند افسردگی، سرخوردگی و یأس رنج ببرند. اعتماد به نفس ما متزلزل شده است و غرب برای ما وحی و الهام شده است. در همه چیز از آنها تقلید می کنیم، از راه رفتن گرفتن تا خوردن. ما احساس ضعف و سستی می کنیم، پس باید در وجودمان تغییر و دیگرگونی ایجاد کنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ قومی را دیگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود حالشان را تغییر دهند. شاید بپرسید که تغییر چگونه حاصل می شود؟ تغییری که به دنبالش هستیم کدام هست؟ تغییر عبارت است از انتقال از یک حالت به حالت بهتر تا مثل گذشته شویم. امت ما بزرگترین امت روی زمین. اگر مشکلات که دامنگیر امت اسلامی شده است دامنگیر هر امت می شد، از صحنه هستی محو می شد. ولی ما هنوز اینجا هستیم. درست است. احساس ضعف و رنج و ستم می کنیم. با این حال خداوند می فرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. می خواهیم که نعمت فراوان دهیم بر آنان که در زمین به ضعف کشیده شدند و پیشوا سازیم ایشان را و وارث کنیم ایشان را و به آنان بر روی زمین تمکین ببخشیم. بلی پروردگارا، ما ضعیفیم. خداوند عزت و سربلندی این ضعیفان را اراده دارد. چی می گویید؟ اگر این ضعیفان بزرگترین امت روی زمین باشند؟ دوستان عزیز و گرامی، هدف ما این است که امت اسلامی بهترین امت در تاریخ قرار بگیرد. چرا؟ آیا این به خاطر تکبر ورزیدن بر اهل زمین است؟ خیر. قسم به خدا که این گروه 1300 سال یا بیشتر در روی زمین رهبری کردند و زمین گوارا بود و زندگی بر آن خیلی بهتر از وضعیت کنونی ما بود. نتیجه این که هیچ دین آزادی و آرامش مثل آن زمان به خود ندیده است. نتیجه این که هیچ دین آزادی و آرامش مثل آن زمان به خود ندیده است. بدیهی است که برخی از اشتباهات انجام گرفته است، ولی با این وجود خوشبخت‌ترین دوران در زندگی امت بوده است. بیایید تا با هم متحد شویم و امت را از نو حرکت دهیم تا مثل گذشته شود و خودمان را تغییر دهیم تا خداوند ما را نصرت کند و وضعیت ما را دیگرگون سازد. خیلی ساده است. قانون حتی یغیروا ما بانفسهم. برادران عزیزم، ما چی می‌خواهیم؟ چی آرزویی داریم؟ آرزو داریم که اسلام مقام و منزلت خود را در میان امتها به دست آورد و بازگردد تا زمین را رهبری کند. آیا به خاطر این زمین را تحت سلطه خود درآورد؟ قسم به خدا که خیر، بلکه به خاطر سعادت و خوشبختی بشریت.
الله نیز همین را از امت می خواهد. اما آیا این کار امکان دارد؟ بله. و خدا قسم امکان دارد. حتی ممکن است تعجب کنی و بگویی با این اوضاع و احوال، با این بدبختی و سرخوردگی، این اطمینان از کجا بر تو حاصل شده است؟ من مطمئنم، چون دلیل و قانونی نزدم هست. شما حتما خواهید گفت که مردم از دیر باز است که راه حل را نیافتند و نتوانستند چیزی را تغییر دهند. بله، امکانش هست به شرطی که به یک چیز عمل شود. حتما خواهید گفت که ما 100 سال است که موقعیت خود را در میان ملت ها از دست داده ایم و تو میگویی فقط به یک چیز عمل شود؟ بله. با خدای بزرگ قسم با یک چیز امکان دارد. در صورتی که آن را بپذیریم و در سینه امت قناعت بی پایان و اراده برای اجرای این کار باشد. یک چیز را بپذیریم و آن را اجرا کنیم. حتی یغیروا ما بانفسهم. این یک آیه قرآنی است. این قانون تغییر است. این امید است و تنها راه خروج از بدبختی هایی که یک قرن از با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم فقط امین است. دلیل کدام است؟ هنگامی که خداوند کائنات را خلق نمود، برای آن قوانین را هم وضع نمود و تا زمانی که کائنات موجود باشد، آن قوانین هم موجود است. اما این قوانین کدامند و درباره چی چیزی است؟ این قوانین درباره هر چیزی است. در مورد طبیعت، در مورد رفتارهای بشری، در رابطه با زمین و هرگاه بخواهیم زمین را رهبری کنیم باید این قوانین را به کار بگیریم، زیرا که رکن از ارکان اصلی زندگی بشر می باشد. برادر عزیزم، اگر کسی بخواهد بر روی قلعه کوه بلند بالا رود و از آنجا پرواز کند و او میگویند که در اینجا قانون جاذبه وجود دارد، خواهی افتاد و استخوان‌هایت می شکند. یا مثلا بیمار نزد پزشک می رود. بیماری خود را برایش بیان می کند. پزشک هم داروی برایش تجویز می کند و می گوید انشاء الله تا 3 هفته آینده سلامتی و صحت خود را به دست خواهی آورد. آیا پزشک شخص خارق العاده است؟ خیر، بلکه پزشک قانون پزشکی را می داند. در عرصه رفتارهای اجتماعی نیز قانونی وجود دارد که هر کس به آن عمل کند رهبری را به دست خواهد گرفت. این قانون چیست؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ قومی را دیگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود حالشان را تغییر دهند. اگر خودمان را تغییر دهیم فردا رهبری جامعه را به دست خواهیم گرفت. ای خواننده گرامی، باید خودمان را تغییر دهیم و خواهید دید که به زودی خداوند هم روی زمین را برای ما دیگرگون خواهد کرد. ما هر روز میگوییم چرا به این وضع دچار شده ایم؟ چرا پیروز نمی شویم؟ دوستان من، هرگز پیروز نمی شویم، چرا که در اینجا قانون مثل قانون جاذبه وجود دارد که در زندگی ما یافت نمی شود. تا زمانی که از آن کار نگیریم پیروز نمی شویم و شکست می خوریم. چون که اکنون امت چنین وضعیت دارد. هرگاه از این قانون کار گرفتیم خداوند هم تمام زمین و آن چی را در آن است برای ما دیگرگون می کند. این قوانین اسباب هستند که هرگاه از آن کار بگیریم نتایج آن را برداشت می کنیم. آیا این مفهوم را فهمیدی؟ این قانون شعار مثل شعارهای زمینیان نیست، بلکه یک آیه قرآنی است. حتی یغیروا ما بانفسهم، تا زمانی که خود حالشان را تغییر دهند.